дуруд шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо рамани гузашти айёми нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷумъа Одина аз силсилаи хониши бадиӣ. гуфтори 17. дере нагузашта سر و لباسشان را از خاک و چنگ تازه می کردند. برچوک غرونگاز زد. تو اون نیمیس را چه خیل اسیر گرفتی؟ مرگن نقل کرد. آنها حالا رو برو می ایستادند. تو امروز همچون سرباز خیلی نغز عمل می کردی. گفت برچوک با قفا به سوی پونکت دیدبانی کماندیری بتالیون که از آنجا موتورسیکل چنگ را به آسمان برداشته به سوی آنها می آمد چشم دوخته. این گپ ها با آدم دیگری معقول می شدند، اما نه به مرگن. وای بی برچوک هم می دانست که امروز همچون سرباز خیلی نغز عمل می کرد. این خود از خود معلوم بود. اگر هر یک سرباز سویتی دوتایی فاشیست را می کشت، خانه گیتلر کایها خراب می شد. همچون کماندیرچی پرسید او چشمانش را با تمسخر نیمراه کرده. برچوک خیلی وقت جواب نداد. موتورسیکل طرف نزدیکتر می شد. اکنون موتورسیکل سوار را هم شناختن ممکن بود. بله، این رابطه‌چی کماندیر بتالیون لیتنانت سیدرف. مرگن او را بار در شتاب پولک دیده بود. برچوک بعد از اینکه چه خیل آدم بودن موتورسیکل سوار را فهمید به سوی مرگن برگشت. کماندیر نغز میشوی؟ ها، کماندیر نغز میشوی، لیکن برای این وقت لازم. باز در دو سه جنگ اشتراک کردن لازم. و چون دید که مرگن ملول شده ایستاده از زم نمود. خفه نشو. هیچ کس یک و یک باره کماندیر نغز نشده است، حتی لیتنانت برچوک هم. چهره مرگن
اندکی روشن شد. در این وقت لیتینانت سیدروف به آنها رسیده موتورسیکلش را باز داشت و قامت افراخته دست به چکه برد. لیتینانت جوانمردی بلند بالای خمچمیان و شانه پهن بود. در تن از ماهوت اعلای سبز زرچتاب کیتیل و گلیفه داشت. از افت کار به درزی با تجربه هنرمند دوزانده است، چون که به اندامش خیلی قایم. تسمه‌اش را نیز به استای مخصوص فرموده است، چون که تسمه‌اش از تسمه مقرری افسری اندکی وسیع و حفظ‌تر. خلاصی کلام تمام لباس، حتی موزه خرام و غلاف تپانچه‌اش هم نپ نو و یلقاسی. چنین به نظر می رسید که حتی قیافه‌اش هم نپ نو، گویا نوکک از فابریکه پردازدهی برآورده باشند. میرگن و برچوک در تن گیمناستیورک و گلیفه پختگی آب شسته و رنگ پریده داشتند و حالا با این سر و لباس چنگالود نه به افسر بلکه به دهقانی که تمام روز خرمن کوفته خسته و شلپر شده است مانند بودند. قیافه رابطه‌چی نیز جالب دقت بود. موی مله، روی گزگوشت متناسب، بینی راستر، چشمان کبود درشتنگاه و منه چارکنجه. خلاصی کلام وی به ایغیر زرد خوشذاتی که مخصوص برای زادگیری می پرورند شباهت داشت. میرگن شنیده بود که نیمیس‌ها این نوع آدمان را آریانی حقیقی می شمارند. بنابراین از دل گذران که به لیتینانت نه فامیلی عادی و خیلی مستعمل روسی، بلکه فامیلی ادلر، راستوف و یا خود کروزنشتین بیشتر مناسب است. یا اقلا فامیلیش را با فامیلی برچوک عوض کردن لازم. میرگن این چنین شنیده بود که رابطه‌چی پسر یک شخص عالی رتبه است، بنابراین کماندیری پالک و بتالون او را خیلی احتیاط می‌کردند و به خط پیش جنگ نمی‌فرستادند. کماندیر بتالون به واسطه رابطه‌چی خود فرمان می‌داد که لیتینانت برچوک راتش را در کنار غربی دهه باز دارد و به فرمان او منتظر باشد. این فرمان کیف برچوک را پراند. جین زند این لشکرکش‌های ناشد را، گفت وی از سرش تاس کلاهش را گرفته و آن را به زمین کوفته. من اکنون نشعه هجوم را چشیده ایستادم، اکنون. و با جهل تاس کلاهش را یک لغت زد. تاس کلاه 7-8 متر پریده رفته به زمین افتاد و باز 2-3 متر غلیده بر سنگ برخورد و محزونانه جرنگا زنان صدا برآورد. رابطه‌چی به این رفتار بچگانه لیتینانت برچوک که کارنامه‌های او در پالک وردی زبان‌ها بودند و اکثر لیتینانچه های اینکوباتوری با او تقلید می‌کردند با تحیر می‌نگریست. چرا گوساله نوزاد بر این به من چشم الا می‌کنی؟ ناگه آتش گرفت. یا تا حال لیتینانت برچوک را ندیده ای؟ و آوازش را پستر کرده با تمسخر زم نمود. یا می‌خواهی که تو با موتورسیکلت کرتگی کرده به شتاب به نزد سنیترک و کاتبه ها برگردی و من جگرم را سوزانده از پشت رات دوم؟ رات را نگه دار. از افتکار رابطه‌چی خلق و اطوار لیتینانت برچوک را خیلی خوب می‌دانست. بنابراین حرف نگفته جسته به موتورسیکل سوار شد و با خشم گاز را تا به آخر زیر کرد. موتورسیکل با جهل یک خیز زد و دودی غلیظ سر داده به تاختن درآمد و بعد از دقیقه در بین بناهای دهه از نظر غایب شد. پدر لعنت، تیرانچک، آلفته، کلم و شیشتب. حالا هم دشنام میداد برچوک گویا در قطع شدن هجوم محض رابطه‌چی کماندیری بتالون عیبدار باشد. آنها آهسته آهسته به سوی دهه قدم میزدند. به دهه وارد شدند. از دو کوچه‌اش گذشتند. اما جهل برچوک حالا هم پس نمیشد. تو میدانی این بادیچه کیست؟ ناگه به سوی میرگن برگشته پرسید برچوک. میرگن با علامت انکار سر جنباند. پسری گنرال، معلومات عالی فیلولوژی دارد. کدام یک دارالفنون را تمام کرده است. 4 زبان خارجی را میداند. گشتنگیر، بکسیار، فوتبالیست، موتورسیکلیست. تو میدانی من از چند سالگیم کار میکنم؟ از 13 سالگیم در کلخاز کار میکردم. برابری مردانی برکمال کار میکردم. من در ایام بچگی نه تنها توپ فوتبال، حتی توپچه عادی ریزینی هم نداشتم. در 20 سالگیم به عسکری دعوت کردند. تو میدانی من چه خیلی خدمت میکردم.
هر سال در تنم 4 گیمناستیورکا از عرق میپوسید. بله 4 گیمناستیورکا. این جد و جهدی من به کماندیرها خوش آمد. مرا به آموزشگاه افسری فرستادند. همین که آموزشگاه را تمام کرده زندگیم را به راه ماندنی شدم. فینها جنگ را سر کردند. آن جنگ را تمام کرده نو خانه و پلاس و لباس و جهاز کرده ایستاده بودم که انا این جنگ لعنتی سر شد. انا دیدی من با چی مشقت لیتننت شدم، اما وای بادیچه 4 ماه خوانده باز در شتاب در اطراف زن و دخترهای زیبا، در اطراف سانیتر رادیست و ماشینیست پالماسیده میگردد. باز کاری وزنین بگردنی من، میفهمی؟ باز کاری وزنین بگردنی من. باز من جان بر کف نهاده می جنگم و وای در شتاب کیف کرده میگردد. وای 10 دختر و زنهای زیبا را از دست گذرانده است. من باشم به 28 در آمده تا حال چی بودنی آغوش زن را نمیدانم. آنها باز خیلی وقت خاموش راه پیمودند. مرگن از روی نقل مختصری برچوک ایام بچگی، نورسی و خدمت سربازیش را تصور کردنی میشد. بله، بیچاره زندگی یک رنگ و یک نواخت داشته است. این زندگی یک رنگ و یک نواخت بر روح، جهانبینی و مفکوره او چگونه تأثیر کرده باشند. فهمیدن این چیزها به مرگن خیلی ضرور بود، زیرا نغز میدانست که من بعد حیات و ممات، شأن و شرف و آبروی و اعتبار او محض به این مرد خصمانندی درشت معامله وابسته است. اگر جنگ تمام شود میدانی که این بادیچه چیکار میکند؟ باز به گپ درآمد برچوک. درباره جنگ پاوست و رمن و حتی یادداشت خواهد نوشت. میگویند که از حالا دیده و شنیده هایش را به دفتری مخصوصی قید کرده میگردد. آنگاه در یادداشت‌هایش خود را چون کماندیری شجاع و لشکرکشی بزرگ تصویر میکند و من و تو را چون کماندیری ناعهده برا و ترسانچک. مرگن خرسند بود که برچوک او را با خود همرنگ و همسنگ میشمارد. بله، این حتی به فخر کردن هم میارزید. در بین سربازان پالک درباره شجاعت و بیباکی برچوک بسی حکایت و روایت ها بود. سربازها بیهوده تعریف نمی کنند. خودی برچوک هم در این بابت یگان افسر را به خود برابر نمی شمرد. این را همه می دانستند. مرگن هم این چنین. اولش به آن روز رسیدن لازم، گفت مرگن مهربانانه کتف کماندیرش را سیله کرده، چون که برچوک حالا به نظرش چون دادری هم بدن و هم تقدیر می نمود. کی می داند که تا آن روز کی زنده و کی مرده؟ آخر بعضا کارمندان شتاب هم هلاک می شوند. گفت مثلا می گویند که ماهی گذشته سناریدی توپی درزنی نمیس ها پرواز کرده آمده راست به زمین کنی شتاب بتالیون دوم می زند و تمام کارمندان شتاب هلاک می شوند. ثانیاً اگر زنده مانیم تو هم نوشتی؟ انا همه گپ در همین که من نوشته نمیتوانم. 2 کلمه را بی خطا به هم پیوسته نمیتوانم. دائما به جای د ت به جای ب پ می نویسم و برعکس. در آموزشگاه برای این از معلم زبان روسی دائم گپ می شنیدم. بنابراین به سردارها یگان حجت خطی پیشنهاد نمی کنم. اگر یگان گپ داشته باشم یا خودم دهنکی و یا با واسطه رابطه چیم می گویم. در این وقت باز ترتری موتورسیکل بلند شد. لیتنانت سیدروف فرمان را اجرا کرده به شتاب بتالیون برمیگشت. وی در قریبی های آنها گاز را باز هم سختتر زیر کرد و موتورسیکل باد بر این گذشته رفت. پدر سگ حتی از اجرای فرمان هم عرض نکرد. برچوک از این بیادابی لیتنانت سیدروف باز هم بیشتر آتش گرفته باز به دشنام آغاز کرد. وی در اول به واسطه از لیتنانت سیدروف سر کرد، بعد به همه اینتلیجنت ها گذشت و در آخر به خدا، صلیب مقدس، عیسی مسیح و مریم پاک چنان دشنام و نفرین های دست برنجی فرستاد که اگر زنی حامله دار آنها را میشنید حتما بچه میپرتافت. چه خیل عباره های زیبا، چه خیل تشبیه های آبدار، چه خیل لغتی غنی مطالبه کرد مرگن. باز میگویی که زبان روسی را نغز نمیدانی. چهره برچوک اندکی روشن شد.
مێرگان احساس مێنەمود که سبب خشمگینی برچوک نبودگی لیتنانت سیدروف بلکه باز ایستادن هجوم است. بنابراین برای تسلای دلش گفت غم نخور ایگنات، ما باز به هجوم میگذریم. این فاشیستان لعنتی را تا خودی برلینشان سرانده میبریم. به گپ من باور کن، محض همین خیل میشود. و ما اگر انسانیت را از بلای فاشیسم آزاد کنیم بس است. بگذار شهرتش را سیدروف بر اینها از خود کردن گیرند. اگر تا آن وقت زنده مانیم، غرونگاز زد برچوک. تو حالا چی بودنی مدافعه را ندیده ای؟ تو حالا هجومی یک جایه صدها توپها، موج پریده آمدن و بمب اندازی کردنی صدها سمالیات ها، ورق نزده به احاطه گرفتنی صدها تانک ها را ندیده ای؟ همه این را لیتنانت برچوک با چشمان خود دیده است و شخصا از سر گذرانیده است و آتش گرفته زم نمود. شخصا این دو هجومی که تو در آنها اشتراک کردی جنگی حقیقی نبود، بازیچه بود. تو حالا جنگی حقیقی را ندیده ای. غم نخور ایگنات، گفت مێرگان به کتف دوست نوش تپ تپ زده. اگر زنده باشیم ما هم میبینیم. میبینیم. تاجیک ها میگویند که بر سر فرزند آدم هرچه آید بگذرد. این روزها هم گذشته میروند. تو پیش از جنگ چیکار میکردی؟ مێرگان که به چنین سوال انتظار نبود متحیرانه جواب داد. دیرکتر MTS چی بود؟ من گمان میکردم که لیکتر یگان جمعیت یا معلم. برای چی؟ باز هم بیشتر حیران شده پرسید مێرگان. چون که پند و اندرسخانی را خیلی دوست میداری، جواب داد برچوک و به مێرگان برای دهنگشایی امکان نداده زم نمود. خیر رو، با زوادت صاحب شو. او انا زوادت به تو انتظار. باز برچوک پیشینه بود، اما مێرگان ذره خفه نشد، زیرا نغز میدانست که امروز صفتهای جنگی او و کماندیر رات پسند آمدند. الحال برای مێرگان از این دیده چیزی مهمتره و مکافات عالیتره وجود نداشت. آنها در پهلوی بنای خشتی از یکدیگر جدا شدند. برچوک به کتف چپ برگشته به سوی قرارگاه زواد دویم روان شد. مێرگان میبایست باز راست 200-250 متر طی مینمود. از بنا بوی بیده و اخلاط پوسیده اسب به مشام میرسید. دیگرها این بوی را شمیده احتمال روی ترش میکردند و دهان و بینیشان را با کفی دست پوشانده زود از این بنا دور میشدند. اما برای مێرگان از ایام بچگی تا حال در دنیا از این بوی گوارا و حلاوت بخشتری وجود نداشت. در برابر شمیدن این بوی حولی پدرش، مادر مرحومش و ایام بچگی و نورسیش به خاطر رسید و دلش گم زده رفت. پدرش دائما اسبدار بود و این بوی از حولی خردکک و آزادهشان اصلا کنده نمی شد. مێرگان از بنا 4-5 قدم گذشته آن را از نظر گذراند. بنا از شمال به جنوب طول می کشید. درازیش 100-120 متر. دیواری سمت غربیش یک لخت، یگان تا تیرزه ندارد. دیواری پهلوی جنوبیش نیز یک لخت بود. سنگری خیلی خوب می شود. از دل گذران مێرگان و به قفا برگشته از دروازه بروی حولی درآمد. بنا از سمت شرقی یک لخت آینه بندی بود و به ایوانی عظیمی شباهت داشت. در روی حولی 2 غرم بیده می خوابید. مێرگان به درون بنا درآمد. قد دیوار خشتی برای یم آخور و در بالای آن برای خسبیده پنجره، هر دو از تخته. بله، این بنا سیزخانه بود. حالا هم در پس پنجره جا 1 درزه و 2 درزه خسبیده می خوابید. این بنا به سیزخانه پالک سواره تاجیک خیلی مانند بود، فقط دیوار این از خشت پخته و دیوار آن از پاخسه. مێرگان از سیزخانه برآمده به سوی زوادش نظر افکند. ناشدها جای یافتگیشان را بینم. از دل گذران مێرگان با جهل به زیر پایش توف کرده. زواد تخمینا 200 متر از سیزخانه دورتر در بالای تیپچه در سایه توت سرشاخ و برگ قرار گرفته بود. سلدت ها حلقه گرفته و کچ پهلو کشیده استراحت می نمودند.
از حلقه‌شان دودی سبوکی کبوتچه برمیخواست. قریب همه تماکو دود میکردند. بله، در جنگ یگانه غمگسار سالدت تماکو است. همان سالدتی ریزه پیکری که هیچ از دم کاولینکا کنده نمیشد، حالا در پهلویش نشسته از چیز با حرارت حکایت می نمود، مضمون از قهرمانی خود. ضمناً امروز همه خود را مرد میدان می پنداشتند. آخر در هجوم اشتراک کردن و دشمن را از خندقش زده برآوردن کاری هزل نه. مضمون سامیانش به گپ وی باور نمی کردند، چونکه دم بدم با تمسخر قهقه می زدند. گریبان سالدت ریزه پیکر کشادگی و رنگ رویش لبلبوی پختگی بر این سوپ سرخ بود. از افتکار شکاکی رفیقانش او را سخت آتشین می کرد. وی جسته به زانو برخاست و به صندوق سینه اش مشت زده و گاه گاه صلیبچه میسین را که با رشته ابریشمی به گردنش آویزان بود نشان داده، حالا هم با حرارت حرف می زد. کاولینکا میرگن را از دور دید، اما تا نزدیک شدنش با قره چشم در مد نظر داشته به سالدتها حرفی نگفت. همین که بین آنها و میرگن 7-8 قدم ماند، از جایش جسته خیسته نعره کشید: زود سمیرنا! همه سالدتها چالاکانه از جای جسته خیستند. امروز همهشان میخواستند که به کماندیر خود معقول شوند. کاولینکا دست به چکه برده و به استقبال میرگن 2 قدم گذاشته با آوازی بلند و شیردار عرض نمود: رفیق لیتنانتی کلان از وادی سیوم برای استراحت قرار گرفت. هیچ گونه تصادفی روی نداده است. جانشین کماندیر زود سرژانت کلان کاولینکا. میرگن با تمسخر به سالدت ریزه پیکر نظر افکند. سالدت نگاه کماندیر خود را دریافته سراسیمه قامت افراخت و با یک دست تگمه های گریبانش را انداختن گرفت. فامیلیا چیست شهباز؟ با تبسم پرسید میرگن. لیف پاپوف رفیق لیتنانتی کلان. یک قدم به پیش مانده با تفاخر عرض نمود سالدت ریزه پیکر. آخر این به فخر کردن میارزید. کماندیرشان از بین اینقدر سالدت محض به او توجه ظاهر نمود. هر چیزی که این شهباز میگوید حق است و راست و از امروز سر کرده به هر یک سخنی او بیچون و چرا باور کرده شود. چونین است فرمانی من، گفت باز با همان تبسم میرگن و زود قیافش را جدی کرده زم نمود. کنی شیر بچه ها، اکنون مرش به درونی هو انعام بینا. رفیق کماندیر اعتراض کردنی شد کاولینکا، اما میرگن سخنش را بریده با تشدد تکرار نمود: مرش مرش! و خودش به پیش گذشته به سوی سیزخانه قدم زدن گرفت. تمام زواد غرغر کنان از پس میرگن روان شد. هیچ کس نمیخواست که در چنین روزی آفتابی و حلاوت بخش هوای تازه و سبزه مخملی را پرتافته به درون سیزخانه دم و بدبوی جای شود. اما چی لوج؟ آنها سالدتند. برای سالدت فرمان کماندیر قانون. کنی فرمان را اجرا نکنو روزت بین، علال خصوص فرمان این قاقی دراز را. میرگن از غرم روی حولی یک بغل بیده آورده آن را به بالای فرش تختگین سیزخانه پرتافته و بالایش کج پهلو کشید. بعد از کیسهش کاغذ و تماکو خلطه برآورده سیگاری غفص و دراز پیچاند. وی امروز سخت مانده شده بود، بنابراین اندکی کیف کردن میخواست، غبار دل را برآوردن میخواست. سالدت ها با دل ناخواهم یک تا به سیزخانه در آمده و بالای آخری چوبی می نشستند. از همه آخر کاولینکا در آمد. همه خاموش بودند. معلوم بود که همه از این فرمان کماندیر خود ناراضی اند. میرگن که با چشمان نیمپوش سیگار دود می کرد همه این را می دید، اما حرفی نگفت. حالا نه حرکتی کردن می خواست و نه حرفی گفتن، حالا فقط کیف کردن میخواست. اکنون چشمانش را تماما پوشیده جگری دود میگرفت. هنوز سیگارش را نصف نکرده بود که ناگاه گلدراسی رعد مانندی بلند شد و در خودی همین لحظه تمام شیشه های تیرزه های سیزخانه با شرقاس دهشت آور فرو ریختند. چراسی سالدتی بلند شد. بعد گلدراس تیز تیز تکرار شدن گرفت. سیزخانه عظیم چون قیقچه خرد در بالای امواج پرتلاطم بحر بیست تکان میخورد.
مێرگان بێ اختیار از دل گذراند. توپی دورزن از مسافه 10-15 کیلومتر میزند. قطرش قریب 220. بله، از افتکار پدرسگ‌ها در قریبی مصحح داشتند و او با تلفن و یا رادیو جای استعداد را خبر داده است. تا خبر را قبول کرده به اشخاص دخلدار میرسانند و تا از آنها فرمان گرفته توپها را به آتش فشانی تیار میکنند. خیلی وقت گذشته است. حمله توپها هنوز هم دوام میکرد. خرپایه های شیفت غجیرات زنان ناله میکردند. چنین به نظر میرسید که هجوم توپها پایان ندارد و همین حالا سیزخانه از موج ترکیش به آسمان پریده میرود. مێرگان خود را آهسته به جای بیخوفتر به تگ دیوار کشیده فکر و ملاحظه‌اش را دوام میداد. حالا در بین ما و نیم‌میزها آن قسم‌هایی که پس از ما برخنه داخل شده سد دوم و سوم مدافعه دشمن را میشکستند ایستادند کو. پس این مصحح لعنتی از کجا پیدا شد؟ هنوز به این سوال جواب نیافته بود. ناگاه سکونت و خاموشی حیرت آور فرا رسید. فقط از روی حولی چرچرک با تهیع چیر راست میزد. چیزی انگشت راستش را سوزاند. مێرگان دستش را بالا کرده دید که نوکچه سیگار حالا هم در بین انگشتانش دود میکند. پس معلوم می شود که حمله توپها همگی 1-2 دقیقه دوام داشت. عجیب، وی گمان میکرد کمش نیم ساعت. سلدت ها یک یک از درون و تگ آخرها برخاسته و سر و لباسهایشان را افشانده به یکدیگر خجالتمندانه نظر می افکندند. اوه پدر لعنت، گنده ترسانده. اوه مردم، سنیتر، اوه سنیتر. ناگاه بلند شد شیراسی سلدتی. اکنون همه به او می نگریستند. مێرگان از جای خسته دمچه سیگار را به زمین پرتافت و آن را با پاشنه موزه‌اش مجخ کرده کشت و به سوی سلدت که هنوز هم چراس میزد روان شد. سلدت پهلوان جثه با کف دستان رویش را پوشانده و به ایست کله‌اش را جنبانده هنوز هم سنیتر را فریاد میکرد. مێرگان با زوری دستان سلدت را از رویش کشیده گرفت. به دو رخساره رفیده مانند شیشه میده بسیاری خلیده خونشار کرده بود. سلدت چشمانش را سخت پوشیده می نشست. چشمانت را کشا، فرمان داد مێرگان، اما سلدت پلک‌های چشمانش را باز هم جفستر کرد. کشا میگویم احمق، شدت کرد مێرگان. سلدت اول چشمان مغولیش را نمراه کرد و بعد ترسیده و لرزیده تماما کشاد و متحیرانه میشه زنان به مێرگان چشم دوخت. چرا برزگاوی نیم بیسمیل بر این اراس میزنی؟ پرسید با تمسخر مێرگان. تو را جن نزده است، فقط رویت را ششمیده اندکی خراشیده است. سلدت کف دستان خونالودش را به پیش چشمانش آورده اندکی نظاره کرد و بعد خجالتمندانه تبسم نمود. مضمون از ترس و وهم بی اساس خود حالا در خجالت بود. در این وقت برچوک، رابطه‌چیش و سنیتری رات حکاک زنان به سیزخانه در آمدند. برچوک با تحیر سلدت‌های مێرگان را از نظر گذرانده غرونگاه زد. پدر لعنت ها، ناشد ها، مرا قریب گردکف کرده بودید. و نگاهی تحیرآمیز مێرگان را دیده زم نمود. اینجا بیا. و به سوی در روان شد. مێرگان سلدت مجروح را به اختیار سنیتر واگذاشته از پس برچوک از سیزخانه برآمد. برچوک او را به نزد دروازه آورده و به آن جایی که چند دقیقه پیشتر وزوادش قرار گرفته بود با انگشتش اشاره کرده گفت: انا، نگاه کن. از توتی عظیم سرشاخ و برگ تنها تنه غفصش باقی مانده بود. در گرد و اطراف آن چقری های دهنه شکلی بسیار نمایان بود که از آنها حالا هم بوی تال نیم سوخته می آمد. در تگ یک تاش حالا هم چیزی دود می کرد. من در اول گمان می کردم که توی وزوادت در آنجا، زم نمود برچوک. بعد ناله سلدت مجروح را شنیده به سیزخانه در آمدم. اوف، حالا هم تمام اعضای بدنم لرزیده ایستاده است. مێرگان تنها اکنون به اضطراب کماندیری رات سرفهم رفت. بله، خود او و تمام زوادش تصادفاً از مرگ مفاجئ خلاص شدند. بله، تماما تصادفاً. وقتی که او به زواد برای به سیزخانه گذشتن فرمان میداد، در این باره ذره هم فکر نمی کرد.
فقط میخواست که در سیزخانه در بالای بیده خوشبوی کش پهلو کشیده و یک سیگار دود کرده کمتر حلاوت کند. اگر زوادش را در آنجا مانده یک خودش به سیزخانه می آمد چی می شد؟ تمام زواد هلاک می شد و به او برای از چنین شرمندگی خلاص شدن به جز میلی تپانچه را به دهان تکانده کلنگش را زیر کردن چاره دیگری نمی ماند. بله، حق کماندیر ناعهده برا، حق کماندیری که تمام قسمش را بیهوده تلف می کند و خودش زنده می ماند همین است. این را در نظر داشتن و از زواد یک قدم هم جدا نشدن لازم. مراد هم همراه آنها زنده ماند هم. از پس میرگن و برچوک تمام زواد به نزد دروازه آمد. همه با دهشت به تنه سیاه توت و چقری های گرد و اطراف آن می نگریستند. بله، اگر در آنجا می شدند یگان نفرشان زنده نمی ماند. قندش زند کماندیرشان. انا این را کماندیری حقیقی می گویند. انا این را مرد عاقل و دوراندیش می گویند. سنیتر و سلدت مجروح نیز به دروازه نزدیک شدند. سر و روی سلدت داکپیچ بود. تنها چشمان تنگ موگولیش و نوگی بینی پچوقش نموده می ایستاد. وی هم با دهانی باز به تنه سیاه توت می نگریست. در این وقت از آسمان کب کبودی بلند غینگ مهینی که آن به غینگ خاموشک شباهت داشت به گوش رسید. همه به آسمان چشم دوختند. در آسمان مصفا در قریبی های آفتاب یک چیزی عجایب شکل غینگ کنان پرواز میکرد. راما، سمالیات رزویدکچی نیمیس ها، خطاب نمود کولینکا. بله، میرگن در کورس کوتاه مدت تکمیل اختصاص افسران صورت این سمالیات را که بر راما یعنی چارکنجه دراز رویه شباهت دارد دیده بود. این چنین از صفتهای تکنیکی و جنگی آن هم آگاه بود. پدر لعنت، در بلندی بیشتر از 8000 متر پرواز می کند. بنابراین نه از توپهای عمودی می ترسد و نه از سمالیات های خیر کننده. حالا هم پردانی خود را اثبات می نمود کولینکا. انا همین پدر لعنت جای استیما را خبر دادگی است. خوش، ما فهمیدیم که تو از همه داناتری. گپی کولینکا را برید برچوک. اکنون زواد را صف کشانو. هو به نزد آن بینای دو آشیانه بر. دیگر زادها هم با آنجا می روند. دیر نگذشته تمام رات در صحن حولی بینای دو آشیانه جمع شد. از افتکار این بنا پیش از جنگ باغچه بچه ها بوده است. در صحن حولی حالا هم یک تا ارغنچک بچگانه باقی مانده بود. در این ایام در بین خاک و خون این ارغنچک که نشستگاهش رنگی سرخ و زردی بلند داشت خیلی عجیب می نمود. رات در روی حولی در سایه درختان زواد جای گرفته بود. میرگن در قریبی زوادش در سایه درخت کج پهلو کشیده سربازانش را نظاره می نمود. حالا چشمانی همه به دهان سترشینه صبوروف دوخته شده بود. توی سیف آدمی خوشبخت بوده ای، می گفت سترشینه صبوروف به سلدت مجروح مراجعت نموده و نگاه تعجب‌آمیزی مصاحبش را دیده شهر داد. اکنون به تو نه آردن لازم و نه مدال. همین که برویت یک نظر افکنند میفهمند که تو جنگاوری جسور و کار دیده. انا در یک هجوم اشتراک کرده صاحب این خیل شأن و شرف شدی. من باشم قریب 1 سال باز جنگ میکنم. 2 بار مجروح شدم. 1 بار از رانم، 1 بار از دنبام. اگر جنگ تمام شود نمیدانم که با کدام روی به زادگاه هم برمیگردم. به هم دیارانم چی را نشان میدهم. نمیدلی دارم و نه تو بر این زخم 4 کس تماشا کرده بله میگفتگی. معلوم نبود که سخنان صبوروف جدی اند یا شوخی. ایسایف که تا حال به سخنان سترشینه با قیافه جدی گوش میکرد با تبسم فراخ لقمه پرداخت. پشتتان را به نیمیسان نگردانید بود ده؟ به لبان همه تبسم دمید. به لبان میرگن نیز این شنید. وی دوام صحبت را شنیده نتوانست. پیلک چشمانش تا رفت وزنینتر می شد. خواب غلبه می کرد. میرگن از غلاغله و نداهای ممنونانه بیدار شد و بروی حولی چشم دوان. در مابین حولی آشخانه سیار و دوچرخه رسارداره. در بالای دوچرخه جوانزنی موزون قامته. در برش لباس حربی
و در کتفش سمکه خطکشانی. از سمکهش مکتوبی را برآورده با آن چشم می دواند و با آوازی بلند فامیلی صاحبش را فریاد کرده به دستش می سپارد. پیلاتکه سبز آهری خطکشان یک شاخه. رنگ سبز بلند پیلاتکه با موی تیلاگونش جنگ می کند. گونه‌هایش سفید و پرره. تسمه غفص افسری میانش را سخت پیچانده گرفته است. مضمون بنابراین هم پیشتنه گیمناستیورکش اینقدر برجسته. در بین ساق سیاه موزه کرز و دامن یوبکه سبز زانوی اوریانش نمایان است. از دور صابونک زانویش چون سقای مرمری سفید به نظر می رسد. سالدت مجروح فامیلی خود را شنیده ازدحام را دو دران کرده به نزد دوچرخه می آید و با دست راست مکتوب را گرفته با دست چپ صابونک زانوی خطکشان را نرم نرمکک مالیده به تگ یوبکش نگاه کردنی می شود و ناگه به صندوق سینه‌اش یک لغت خورده قفاناکی می افتد. اگر همراهانش از قفا باز نمی داشتند با تخت پشت به زمین زدنش مقرر بود. یکی از آن سالدات هایی که ایسایف را از افتیدن باز داشته بود روی او را به قفا برگردانده با دمغازش یک کنده زانو می زند. بیادبی نکن سگ بچه. جوانزن گویا حادثه روی نداده باشد آرام کار خود را دوام می دهد. کارش را انجام داده لجام را به دست می گیرد و به اسب قمچین زده دوچرخه را به سوی پیشایوان امارت می راند. میرگن با قره چشم به آن سوی نظر می افکند. در بالای زینه پایه پیشایوان کاولینکا. در لبانش تبسم استهزا آمیز. وی به کی استهزا می کند؟ دوچرخه به پیشایوان نزدیک می شود و کاولینکا با یک جهش خود را به بالای آن می گیرد. اسب باز یک قمچین خورده از یورغه و چارخیز می گذرد. کاولینکا هوشیار باش باز راه را گم نکنی. بلند می شود ندای سربازه. اول خوراک خورده بعد رو وگرنه در نیمه راه بیحال شده از پای در می افتی. خطاب می کند سربازی دیگری. اما دوچرخه الکه از دروازه برآمده بود و اسب جیرنی آن با راه سرخاک دهه چارخیز می گرفت. بله، برای زانوی چونین نازنین را مالیدن سرژانت کاولینکا بر این چشمانی سبز و ابرو و مژگانی سیاه داشتن لازم. نه تو بر این چشمانی تنگ و کم رنگ، گفت سترشینه صبوروف با کتف ایسایف تپ تپ زده. چشمی خودت چی؟ چشمی خودت چی ها؟ چشمی بوم برین. ایسایف با جهل توف کرده از سترشینه دور می شود. سربازها برای گرفتن خوراک شام دو نفری صف کشیدند. آشپزها به دیگچه یک نفرشان کرم شوربا و به دیگچه دیگرشان شوله می انداختند. میرگن عادتاً با معاونش خوراک می خورد و دائما خوراک را معاونش می آورد. وی حالا حیران بود با یک دیگچه چیکار می کند؟ با یک دیگچه هم کرم شوربا و هم شوله گرفته نمی شود بود. بغیر از این برای به صف سربازان در آمدن استحاله می کرد. اما شکمش سخت گرسنه بود. یک رودهش روده دیگرش را می خورد. ناگه مسئله دهقان و ملای متکبر به خاطرش رسید. بار یک ملای پکنه متکبر در سر خوراک شام با دهقان بحث می کند. دهقان می گوید که در دنیا از همه چیز زورترین نان. ملا می گوید که نه، کتاب، چون که او می تواند خود را با قرائت و تلاوت مشغول کرده مدت مدید خوراک نخورد و برای اثبات این دعوای خود از خوراک شام دست می کشد. دهقان که مرد قامت بلند بود نان را به دسترخوان پیچانده به طاقچه بلندترین خانه می گذارد و به بالای بسترش دراز کشیده خود را به خواب می زند. ملا تا قریبی های نصف شب قرائت و تلاوت می کند. بعد از شدت گرسنگی رودش به رودش پیچیدن می گیرد. چون می بیند که دهقان در خواب است کتاب های خود را بالای هم چیده و به بالای آنها برآمده نان را می گیرد. دهقان که تا این دم به این دقیقه بی صبرانه منتظر بود چشمانش را گشاده می پرسد: چطور ملا؟ کتاب زور یا نان؟ میرگن اکنون چنان ملا شرم و حیا و استحاله را زیر پای کرده به صف سربازان در آمدنی بود که سترشینه صبوروف مشکلش را آسان کرد. وی دیگچه را از دست میرگن کشیده گرفته گفت: با آشیانه دویم برایت. به شما لیتنانت برچوک منتظر. خوراکتان را به همانجا میبرم.
дар сари мизи пастакак дар болои курсиҳои бачагона 4 нафар менишастанд. командири рота, санитар ва 2 лейтенант. як лейтенант арманӣ ба фамилияш Симанян. синнаш тахминан ба 30 наздик, аммо ба мӯи қирбарин сиёҳаш қирав дамидагӣ. вай марди хеле камгап буд. то напурсанд даҳон во намекард. мерган дар 2 моҳи шиносоиашон ягон бор надида буд ки ӯ ба касе берун аз мавзӯи хизмат суҳбат карда бошад. лейтенанти дуюм аз лейтенантчаҳои инкубаторӣ буд ва табассум ҳеҷ аз лабонаш дур намешуд. баъд аз якчанд дақиқа старшина ва 2 солдат 3 декча карамшӯрбо ва 3 декча шавла оварданд. солдатҳо зуд баромада рафтанд. барчук ғамгину мушавваш менамуд. ва 1 декча карамшӯрборо ба назди худашу мерган монда ба санитар рӯ овард. ягон чизи ҳалқро тар мекардагӣ дорӣ? санитар ҳарфе нагуфта кружкаҳоро ба як ҷой ҷамъ кард ва аз миёнаш қумқумаро гирифта даҳонашро кушод. дар худи ҳамон лаҳза бӯи ғализе ба машом расид. мерган ҳайрон шуд. санитар арақи дастиро аз куҷо ёфта бошад? барчук кружкаашро ба таги бинияш оварда бӯй кашид, гӯё дандонаш дар мекарда бошад. рӯяшро турш кард ва баъд ҳарфе нагуфта арақашро дам кашид. дигарҳо ҳам ба ӯ пайравӣ карданд. старшина декчаҳои холиро гирифта барои шустан ба берун баромад. барчук харитаашро ба болои стол паҳн карда ва бо хаёле ба шифт чашм духта гуфт: то даме ки шумоён кайф карда истироҳат мекардед, ман ба штаби батальон рафта омадам. фармон чунин аст: расо соати 8 як ароба белу зоғнул меоранд. онҳоро ба солдатҳо тақсим карда медиҳему баъд ба роҳ мебароем. бояд ана дар ҳамин ҷо мавқеъ ишғол намуда онро мустаҳкам кунем. ва аз шифти хона чашм канда бо нохунаш ба харита хат кашид. рота қарибиҳои нисфи шаб ба мавқеи таъиншуда расид. моҳ нав тулӯъ мекард. дар равшании хираи он хокдудаи пеши хандақ чун мори азими пурпечутобе менамуд. лейтенант барчук мавқеи ҳар як взводро муайян намуда фармон дод ки то субҳидам хандақро саросар як қади одам чуқур кананд. мерган ба даруни хандақ даромад. хандақ ба зур ба зону мерасид. белу метинҳо ба замин бархӯрда ҷарангос мезаданд. мерган аз дасти солдате метинро гирифта ба замин задан гирифт. ва дере нагузашта бовар ҳосил намуд ки иҷро шудани амри командири рота дар гумон аст. замини зардхоки кайҳо боз борон надида чун санг сахт буд. ба он ҳатто метин ҳам пай намекард. мерган тамоми раҳ ва ҳоло ҳам дар бораи Коваленко фикр мекард. ин падарсак ба куҷо рафта бошад? боз он зан ӯро бераҳа карда ба ягон ҷой гирифта нагурезад? дар ин вақт ғиҷироси чархи аробае ба гӯш расид. тахминан 200 метр аз хандақ дуртар дучархае боз истод ва аз он касе ҷаста фаромада ба сӯи хандақ тохтан гирифт. дучарха ба хафо баргашта баъд аз чанд сония аз назар ғоиб шуд. Коваленко хиҷолатмандона аз омаданаш арз намуд. дар дасти старшина бели зиёдатӣ аст, гуфт ба ҷои ҷавоб мерган ва метинро бо ҷаҳл ба замин зад. онҳо 2 каса кор мекарданд. мерган бо метин замин мекофт ва Лев Попов хокро аз хандақ берун мепартофт. мерган беист ва бо ҷаҳл ба синаи хоки зардранг метин мезад, гӯё ба тамоми сарсонӣ ва саргардонии ӯ маҳз ҳамин замини чун чӯян сахт айбдор бошад. арақ аввал дар пешонияш, баъд сару гарданаш ва дар охир тахтапушташро пахш намуд. ҳоло бо сутунмуҳрааш шорида ба поён мефаромад. шумо романи гузашти айёми нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷумъа Одинаро дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Нуруллоҳи Абдулло аз силсилаи хониши бадиӣ шунидед. анҷоми гуфтори 17